الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنگام افطار کردن در ماه مبارک رمضان سنت های از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده اند و شخص روزدار رو می باید از اون سنت ها پیروی بکند. چنانه گفتیم زنده کردن یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این زمان فساد برای شخص در قیامت ثوابی شهید داده می شود، چنانه که در حدیث صحیح از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است. پس کوشش بکنیم تا سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را زنده بکنیم. سنت هنگام افطار کردن این است که اولا افطار را به زودی بکند، یعنی وقتی که آفتاب غروب کرد و وقت نماز شام فرا رسید دیگر همه کار را بگذارد، به زودی افطار بکند، چنانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطره، مردم همیشه به خیر و به نیکی به خوبی خواهند بود زمانی که به زودی افطار بکنند. یعنی به زودی افطار کردن، پس از اینکه وقت فرا رسید زود افطار بکند، به دیگر کاری مشغول نشود، یکی از سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. دیگر سنت این است که هنگام افطار کردن دعا بکند، یعنی چی قدر میخواهد از پروردگار طلب بکند، طلب آمرزش بکند، طلب مغفرت بکند، طلب اجر و ثواب و پاداش و طلب جنت بکند از پروردگار، چنانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. هر آینه برای روزدار هنگام افطار کردن دعایی است که رد نمی شود. یعنی هنگام افطار کردن وقتی ما و شما دعا بکنیم یقینا این دعای ما و شما قبول می شود. دوم سنت. سومین سنت این است که دعاهای از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، اون دعاها را هنگام افطار کردن بکنیم. یعنی در حدیث اومده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی افطار کردن می گفتند الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت. حمد و سپاس و ستایش خداوندی را که کمکم کرد روزه داشتم و برایم رزق داد افطار کردم. و دعای دیگری آمده است که اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السمیع العلیم. این دعا آمده است، یعنی پروردگار ما خاص به خاطر تو روزه داشتیم و بر رزق داده تو افطار کردیم، پس این را از ما قبول بکن، بدرست این که تو شنوا و دانا هستی. دعای دیگری هم آمده است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت ابن عمر میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که افطار میکردن میگفتند ذهب الظمأ و بتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تعالی. یعنی تشنگی برطرف شد و رگها تر شدن و اجر و ثواب نزد پروردگار ان شاء الله ثابت شد. دعاها را بار دیگر تکرار میکنم، میتونن که اینها را حفظ بکنن و هنگام افطار کردن اینها را بگوین. یکی الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت. دومی اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. سومی ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.